بعضی از داستانا یه جورین که وقتی میشنوی حس میکنی دنیا برای یه لحظه متوقف میشه و دوست نداری باور کنی که واقعی بوده و یه داستان تخیلی نبوده. این یکی از همون داستان هست. ریچل دختر دانشجوی 21 ساله‌ای که برای سفر چند روزه به لس آنجلس رفت و در هتلی معروف و قدیمی یه اتاق رزرو کرد. هتلی که ظاهرش ساده و خیلی معمولی بود، اما تاریخچه‌ای پر از رمز و راز داشت. طوری که کمتر کسی جرأت اقامت طولانی تو اون هتل رو داشت. ریچل وقتی وارد لابی شد، سکوتی سنگین همه جا رو پر کرده. نور لامپ‌ها کم و لرزون بودن. هوا سرد و سنگین بود. حتی نفس کشیدن هم یه جورایی عجیب به نظر می رسید. از لحظه‌ای که ریچل وارد هتل شد، حس می کرد یه چیزی اونجاست. چیزی که حس میکنه اما نمیبینه. راهروها طولانی و تاریک بودن. دیوارها خاکستری و ترک خورده. همه اتاقها درشون بسته بود و سکوت همه جا رو گرفته بود. ریچل از یه راهرو طولانی و تاریک عبور کرد تا به اتاقش رسید. اتاق نور کمی داشت. همونطور که قبلا گفتم، این هتل به خاطر قدیمی بودنش تمام اتاقهاش بوی رطوبت و نم میداد و انگار اسباب و وسایلش هم بوی عتیقه گرفته بود. هوای اتاق سنگین و نمناک و سرد بود. روزهای اول با آرامش و بدون هیچ مشکلی برای ریچل گذشت. اما ریچل هیچ وقت فکر نمی کرد اون هتل قراره جایی باشه که زندگیشو به طور کامل عوض میکنه. چند روز گذشت. ریچل حس میکرد فضای هتل و اتاق یه جورایی سنگین و رمزآلوده. سایه هایی که گوشه و کنار اتاق میدید، نورهای عجیبی که از پنجره میدید، صداهایی که واضح نبودند و حس تعقیب نامرئی که ریچل رو فرا گرفته بود. سکوت‌های سنگین و صداهای پنهان این هتل چیزی نبود که بر کسی پوشیده باشه و همه اون رو احساس می‌کردن. حتی کارکنان هتل هم دربارش حرفایی زده بودن. یه شب دوربین مداربسته آسانسور هتل رفتار عجیبی از ریچل ضبط کرد. اون به سرعت وارد آسانسور شده بود و دکمه همه طبقات رو فشار میداد. قدم‌های نامطمئن برمی داشت و گهگاهی دستاش رو به طور غیر عادی تکون میداد. انگار داشت با کسی صحبت میکرد و گاهی هم مکث میکرد که انگار منتظر پاسخ از طرف کسی بود. این در حالی بود که آسانسور خالی بود و ریچل تنها توی آسانسور بود. چندین بار بی دلیل دور و برش رو نگاه میکرد. نگهبانی که داشت حرکات ریچل رو از دوربین آسانسور میدید با خودش فکر کرد شاید ریچل تحت تاثیر دارو یا مواد مخدر است. برای همین توجه خاصی به این موضوع نکرد. بعد از چند لحظه در آسانسور باز شد. ریچل خارج میشه و دیگه از اون شب به بعد هیچ کس ریچل رو ندید. بعد از اون روز ویدیو دوربین مداربسته همه جا پخش شد. این ویدیو خیلی ها رو به وحشت انداخت.
و حس بدی که به اون هتل داشتن رو بدتر کرد. سوالات زیادی درباره وضعیت روحی ریچل و اونچه که تو هتل میگذشت شکل گرفت. حرکات ریچل عجیب بود ولی انگار کاملا واقعی بود. هر بار نگاهش، حرکات دستهاش و حرف زدنش و سوالهای بی جوابی که تو ذهنها ایجاد شده. اینکه شاید ریچل توهم داشته، شاید موجودی ناشناخته اونجا بوده، یا شاید مشکل روانی یا اعتیاد باعث این رفتار شده باشه. هفته ها گذشت. کارکنان هتل متوجه شدن که آب هتل بو و طعم عجیب و بدی گرفته و ساکنان اتاق از این قضیه شکایت می‌کردن. وقتی برای بررسی رفتن دیدن یه جسد توی مخزن بزرگ آب پشت بوم پیدا شد. درسته، اون جسد ریچل بود. هیچ اثری از درگیری و خشونت نبود. درها و نردبونای پشت بوم هم همه قفل بودن. پلیس بعد از تحقیق و بررسی گزارش مرگ ریچل رو غرق شدن تصادفی اعلام کرد و گفت احتمالاً مشکلات روانی داشته و یا خودکشی کرده. اما هنوز خیلیا باور نمی‌کنن همه چیز یه اتفاق تصادفی بوده باشه. هر کسی ویدیوی آسانسور رو می‌بینه یه حس ناخوشایندی پیدا می‌کنه. حرکات ریچل، نگاهاش، همه انگار یه چیزی میخواد بگه که آدم رو به فکر فرو میبره و نمیتونی باور کنی که خودش این کار رو با خودش کرده باشه. راستی واقعاً به نظر شما چه اتفاقی افتاده بود؟ میتونید برام بنویسید شما چی فکر میکنی؟ اگر از این داستان واقعی و ترسناک خوشت اومده حتما برای دوستاتم بفرست، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم بزن تا هیچ داستان واقعی و ترسناکی رو از دست ندی.